بریم اومدن. این نقیه یا بهروزه؟ بهروز به حاجی $2 شده دیگه. بله مردم قصه میخورن عین مداد میشن، حاجی بیخیال ما شده دیزل. آخ چیکار کردی با خودت نقی؟ رحمت این چرا اینجوری شده؟ من میدونم دیگه مال ناراحتیه، حاجی رو میشناسم، اینا همش باده بوده. این پخ کنی این فس میشه. رحمت باورت نمیشه اینقدر دلم میخواد برم اون پایین حاجی رو بغل کنم، این بوی عطر مشهدی خوشش بخوره به زیر مشرم منم اینو صدا کنم حاجی جان، اونم عشق کنه بگی جان حاجی فدای تو بشم الهی. آره حتما برو، اتفاقا لنگ سندم هستن، خیلی الان بهت احتیاج دارم. ولی رحمت قبول داری بعضی اوقات آدم باید همه چیزو بذاره پشت سرش ول کنه بره؟ نه